نام من آمنه است و از بلاروس هستم. من عیسوی بودم و خانواده ما به خداوند باور داشتن، اما نه به اندازه کافی. بزرگان ما میگفتند که خدا در قلب شما است. من از طریق اینترنت یک پسر را ملاقات کردم. او از تاجیکستان بود. او در دانشگاه مصر محصل بود. با خود فکر میکردم که او چقدر به دین خود پایبند است. وقتی که او برای من قرآن خواند، قرآن را زبان عربی و با ترجمه میخواند. او از روی قرآن نمیخواند بلکه حفظ بود. همین مرا شوکه کرد. گفتم چطور قرآن به این اندازه فراگیر بودم میتونه. این اولین چیز بود که مرا واداشت تا درباره دین خود فکر کنم و مرا به فکر واداشت. در اول من درباره دین اسلام فکر نکردم، بلکه اول دین خود را تحت بررسی قرار دادم. ما چه مشکل داریم و ما چرا این قسم انجام دادن نمیتونم. وقتی که درباره اسلام شروع به تحقیق کردم، به مدت 2 سال هیچ به مسجد نرفتم، به خاطر که در کشور ما فقط دو دانه مسجد وجود داره. نه کشور، نه در شهر ما، در جایی که زندگی میکنیم 2 تا مسجد وجود داره. یک خواهر به نام فاطمه وقتی که مرا دید گفت کی هستی؟ گفتم من آنستاشیا هستم و آمدم تا درباره دین شما بفهمم. میخوایم بفهمم که اسلام یعنی چه و مردم در مسجد چی کارها میکنن. وقتی که وارد مسجد شدم دیدم که زنهای زیادی هستند. همگیشان صمیمی بودند و هر کدام میخواستند که مرا کمک کنند و یک کتاب را به من تحفه دادند. در ذهن خود گفتم که چقدر پول باید به خاطر کتاب دم. شوکه شدم که گفتند تمام چیز رایگان است، اما اگر در کلیسا برید به خاطر شمع، به خاطر عکس‌های اشخاص مقدس، به خاطر کتاب، یعنی برای هر چیز باید پول بدهید. هر چیز قیمت داره. اما در مساجد مردم خرید و فروش نمی کنند و تمام چیز رایگان است. در همون روز کلمه شهادت را گفتم. هر کس به خواست خود این کار را کردن می تواند. این به خود انسان برمیگردد. احساس من این قسم بود که نه دین خود مناسب است و نه برای پذیرفتن اسلام آماده هستم، به خاطر که تغییرات زیادی به وجود می آورد. مثلا حجاب و عبادات در کشور ما بسیار فرق می کند. حجاب که در اینجا می باشد در کشور ما بسیار فرق دارد. می گویند وقت وظیفه عبادت نمی کنیم. مشکلات زیادی وجود داره. یک زمان فکر می کردم که دین وسیله کنترل کسی توسط کسی دیگر می باشد. فکر میکردم که اگر عبادت کنم، خود را بپوشانم، با این کارا وقت خود هدر میتم. این قسم افکار در ذهنم وجود داشتند. بزرگترین نگرانی من خانواده ما بودند. ترس داشتم که اونا قبول نمیکنند. از خانواده خود ترس داشتم، به خاطر که نظر اونا را در مورد خود نمیفهمیدم. یک روز مادر کلانم دید که من درباره اسلام تحقیق میکنم. نزدیک شد و گفت که تو چی کار میکنی؟ تو در حال چه کاری هستی؟ چرا این فیلم را میبینی؟ تو چرا به این نیاز داری؟ دلیل تو چی است؟ بعد از چند روز باز آمد و گفت بیا میخوایم همراه مادرت گپ بزنم. گفتم درست است. او به مادرم گفت دخترت چی کار میکنه؟ درباره ادیان مختلف مطالعه میکنه. این کار خو کاملا حرام است. این قابل قبول نیست و برای دین ما اصلا قابل قبول نیست. مادرم گفت هر کار که شود دخترم اعتقاد خود را تغییر نمیدهد، فقط دین خود را تغییر میدهد. در همان روز گفتم الحمدلله دیگر همراه خانواده خود مشکل ندارم و هیچ مشکل همراه اونا است. حالا که مسلمان شدم احساس آرامش میکنم. خوشحال هستم به خاطر که تمام عبادات ما و هر چیزی که از الله میخوایم به او خودش به مرور زمان برای میدهد. همچنان وقتی که مادر کلان مرا سرطان گرفته بود دعا کردم که خوب شود. دعایم قبول شد و او خوب شد. هر چیزی که از الله بخواید میپذیرد و حتما یک روز برای شما او را میدهد. این خوبترین چیزی است که من را داشته میتونه. فقط از الله بخواهید و الله به شما میدهد.